سلام دوستان، من امین پورکارم، مدرس کسب و کار. خودم 2 کافه دارم که سیستم سازی شده خدا رو شکر و تا الان 200 تا دانش پذیر داشتم که توی بیزینس های مختلف کار میکردن و دستاوردهای خیلی خوبی داشتن. خودم هم الان این پشت رو که میبینید پروژه اجرایی دارم که 120 تا پرسنل داره و روزانه 180 میلیون تومان میفروخت و بعد از اینکه با هم قرارداد بستیم به 350 میلیون تومان روزانه توی این بیزینس رسیدیم. این ویدیو میخوام بهت بگم که چرا 90% بیزینس ها شکست میخورن و چی کار کنیم که ما جز اون 10% باشیم، نه اون 90%. زمانی که آدم ها میخوان کسب و کار راه بندازن یه عالمه ایده دارن و احساس میکنن که داشتن ایده کافیه، در صورتی که جامعه بیزینسی ایران تشکیل شده از یک عالمه آدم کاملگرایی که یه عالمه ایده توی سرشون دارن اما نمیتونن اجراش بکنن. یعنی تا زمانی که میخوان بیان اجرا بکنن یه صدایی توی ذهنشون میاد میگه که نه این خوب نیست، باید همه چی تکمیل تر شه، محتوام باید بهتر شه، مشتری ها باید اینطوری باشن، هنوز بسته‌بندی که میخواستم نیومده، هنوز اون چیزی که میخواستم نرسیده، هنوز آماده نیستم که بخوام این کار رو انجام بدم. این اولین چیزیه که باعث میشه که کسب و کارها وارد چرخه شکست بشن. چرا؟ به این علت که اون ایده ها همش تو سرشونه. من یه مثال میخوام براتون بزنم. شما فرض کنید که من یه تیکه طلا توی این جیبم گذاشتم که امروز حالا مثلا گرمی 6 میلیون تومنه، ولی من میخوام گرمی 3 میلیون تومن بدم. اگر من این رو عنوان نکنم، اگر من این رو ارائه نکنم، شما از کجا میخوای بفهمی که من این طلا رو دارم؟ همه صاحبین کسب و کاری که ما داریم الان باهاشون رقابت میکنیم افرادی هستن که طلاهایی تو جیبشون دارن، طلاهایی توی فکرشون دارن که این رو ارائه نمیکنن و میشن جز اون 90% ها. این واسه اولین باریه که من دارم اینطوری ویدیو ضبط میکنم و نگاه آدم ها شاید منو اذیت کنه، اما انجامش میدم. همین آدمی که رد شد داشت منو نگاه میکرد، از این برم یکی دیگه رد شد داشت منو نگاه میکرد، ولی من تصمیممو گرفتم که انجامش بدم، ویدیو یوتیوبمو انجامش بدم. شما هم دقیقا توی همین موارد قرار میگیرید. شما زمانی که یک ایده دارید 10% باید به ایدهتون فکر کنید، 90% باید به این فکر کنید که من همین الان چی کار میتونم بکنم که بخشی از این ایده رو اجرا کرده باشم. مثلا اگر دلت میخواد یه محصول جدیدی بیاری، به جای اینکه خودت بشینی به قضیه فکر بکنی، لطفاً گوشی تلفنت رو بردار و به 2 تا از مشتریات زنگ بزن و نظرشون رو بپرس. بگو اگه این محصول رو بیارم خوبه؟ اگه اون محصول رو بیارم خوبه؟ یا اصلا تو به من بگو من چه محصولی بیارم. من دارم بهتون تکنیک میدم، من دارم کار میکنم که شما جزو اون 10% ها بشین. این گزینه اول که ما به خاطر ایده های زیادی که داریم اما اقدامی برای پیاده سازی ایده هامون نمی کنیم شکست میخوریم. و اگه تو میخوای جز اون 10% باشی باید 90% به اجرا فکر کنی، 10% به ایده فکر کنی. موضوع شماره 2 چیه؟ ما زمانی که بیزینسمون رو شروع میکنیم یا اصلا میخوایم تازه شروع کنیم یا شروع کردیم، چون فقط داریم به پول در آوردن فکر میکنیم به در رفت پولمون توجهی نداریم. درآمد به انگلیسی میشه اینکام، چیزی که میاد. به چیزی که میره فکر نمی کنیم. من چجوری باید هزینه کنم؟ من چجوری باید این پولی که میاد رو باید مدیریت بکنم؟ چرا اگر من 500 میلیون تومان دارم میفروشم، 100 میلیونش سوده، 400 میلیون رو حساب کتاب نمی کنم که بابت چی داره خرج میشه؟ من میخوام یه شاخص بهتون بگم. شما اگر هزینه های عملیاتیتون، پرسنل، آب برق گاز، حمل و نقل، اجاره بیش از 40% باشه، یعنی اگر شما 100 میلیون تومان درآمد دارید، نهایتا اجازه دارید 40 میلیون تومان رو هزینه کنید برای هزینه های عملیاتیتون.
اگر این بالای 40% باشه، کسب و کار شما به زور داره پول در میاره. پس کاری که تو باید بکنی اینه که هزینه های عملیاتیت، حقوق، اجاره، آب، برق، گاز، حمل و نقل رو جمع کن. بهش میگیم یک. خب تقسیم بر درآمد همون دوره کن. یعنی اگه 1 ماه میگیری یا 3 ماه میگیری، هزینه های عملیاتی 1 ماه تقسیم بر درآمد اون 1 ماه. عددی که به دست میاد رو ضرب در 100 کن. هزینه های عملیاتی تقسیم بر درآمد ضرب در 100. اگر بیش از 40% بود، تو باید توجه بکنی به این که چرا این 40%، و من چجوری میتونم هزینه های عملیاتیم رو کمتر بکنم. خیلی از کسب و کارها به خاطر عدم مدیریت مالی ورشکست میشن. خیلی ها فکر میکنن به خاطر دلار و تورم و نوساناته. بله هست، ولی آمار نشون داده که 10% شکست های بیزینس به خاطر عوامل بیرونی بوده که نوسانات دلار، جنگ، سیل، آتش سوزی لس آنجلس جز عوامل بیرونی هست. یعنی همه اینها با هم میشه 10%. ولی بیشترینش که 35% بوده عدم کنترل روی موارد مالی بوده. اگر سیستم حسابداری نداری، تو جز اون 90%ایی. اگر نگاه نمی کنی که امروز چقدر پول اومد، فردا چقدر اومد، پس فردا چقدر میاد، چقدر پول رفته، تو جز اون 90%ایی. اما اگر کتاب اول سود رو خونده باشی که نویسندش مایک میخالوویچه، توی این کپشن هم براتون مینویسه، و بتونی طبق عادت مالی که اون توی کتاب نوشته عمل بکنی، تو جز اون 10% ها میشی. پس شد 2 تا موضوع. 1، من 90% روی اجرا باشم، 10% روی ایده. و 2، عامل ورشکستگی که 35% بوده، اسمش کنترل نظارت روی موارد مالیه، رو با کتاب اول سود حلش کنم. یه نکته‌ای بهتون بگم، این کتاب باید تا آخر بخونی بعد انجامش بدی. شاید نیاز باشه 2 بار کتاب رو بخونی، اما مطمئن باش چیزی که تو بحران قراره بیزینس تو رو نجات بده همین کتاب. و مورد شماره 3، کسب و کارهایی که جز 90% میشن و شکست میخورن به خاطر نداشتن مشتری های ثابته. اگر مشتری ثابت نداشته باشی، خیلی داری پر ریسک بیزنس میکنی. چون شما 80% درآمدی که میتونید داشته باشید از مشتری ثابت هاست. حالا یه نکته میخوام بهتون بگم، من چجوری میتونم مشتری ثابت داشته باشم؟ شما زمانی که فروش رو به 3 قسمت تقسیم بکنی، مسیر برات راحت میشه. قبل از فروش، حین فروش و بعد از فروش. مشتری قبل از فروش چی باید ببینه که احساس رضایت از بیزینس من داشته باشه، که بخواد بیاد حس خوبی داشته باشه برای خرید، اعتماد کنه به من. خیلی از مشتری ها هستن که یعنی مشتری احتمالی هستن که میخوان ازت خرید کنن ولی موندن از تو بخرن یا از رقیبت بخرن. جواب این ولی ها رو باید توی اینستاگرامتون بدید. جواب این ولی ها رو باید
رو هر کانالی که دارید، اگه فروشگاه دارید با دکوری که میزنید، اگه تلگرام دارید با پست هایی که میذارید، بدید. حین فروش زمانی که مشتری میاد چی از تو ببینه میگه چه کار خوبی کردم که از این بیزینس خرید کردم. با این چیزی که بهت گفتم تو میتونی یه سر و گردن از رقبات بالا بشی و بعد از خرید، یعنی بعد از فروش، من چی کار کنم مشتری ذوق زده میشه و میگه اینا چقدر خفنن. اگه بتونی توی این 3 مرحله از فروشت فقط یک استراتژی، فقط یک ایده رو با تمرکز 90% انجام بدی، تو میشی جز اون 10% که بعد از 3 سالم میمونه. نکات خیلی مهمی رو بهتون گفتم. اگر احساس میکنی این ویدیو مناسبت بود و این سبک محتوا رو دوست داری که به صورت خودمونی با هم دیگه صحبت بکنیم و محتوای بیزینسی یاد بگیریم، حتما سابسکرایب کن، زنگوله رم روشن کن که هم من یه انرژی داشته باشم و یه دلگرمی از سمت تو داشته باشم، هم تو بتونی از محتوا استفاده کنی. مطمئن باش که وقتی من ببینم تو سابسکرایب کردی و زنگوله رو روشن کردی، من خیلی حال بهتری دارم و خیلی بهم انرژی میدی. پس فکر نکن که حالا یه سابسکرایب دیگه، نه، برای من خیلی مهمه. خیلی مخلصیم. امین پورکارم، دوستتون دارم.